من چقدر خوشحالم تو عروس ما شدی. من که خواهر ندارم ولی خب خونه خواهر به من داد. یه هفته از خونمونی نمیخوای بری خونتون؟ اسکیوز می خونتون؟ خونه داداشم با من تکرار کن برادرز هاوس. این بود چیه؟ قرمه سبزی درست کردم. اصلا میگفتی من آشپزی کنم داداشم عاشق آشپزی منه. نمک ریختی؟ آره عزیزم ریختم. فکر کنم گوشی داری زنگ میکنه عزیزم. وای داداشی واسه من گرفتی؟ نه واسه خانومم گرفتم. چقدر نازه. خب اگه دوست داری ببر. مرسی داداشی. وای زن داداش چه خریدی؟ کفشمو آنلاین سفارش داده بودم تازه رسید. چی اون آنلاین وای؟ دیدم چرا پام خواب رفته. کفشم خریدی؟ ازم تو هم کفش این مدلی داری نمیدونستم. البته من ارزون خریدم مثل تو که نیست البته داداش من نیستی. الان ترند شده. ترند میدونی یعنی چی؟ مردم میرن تو گوگل هر چی میخوان بخرن کنارش می‌نویسن ایمالز بعد سرچ میکنن. ایمالز ارزون ترینو براشون میاره. چه